بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، آمد عید سعید اضحی است و ما بیرون شدیم به خاطر خریداری البته مواشی و سنگا و گوسفند و بز. انشالله در عید سعید اضحی ما شما شاهد خود بودین مواشی زیاد خریداری میکنیم. البته این روند ادامه داره، شما نیز میتونین سهم بگیرین و کشور از ما، وطنان از ما بیش از هر زمان نیازمند هستند. شما لینک ها را مشاهده میکنین، میتونین از طریق با ما ارتباط برقرار کنین. انشاءالله ما در کمال امانتداری این رسالت انجام میدیم. برادر عزیز ما امین جان، امین عزیز بفرمایید. میشه که ماشاءالله گوای وطنی است. کلش گوای وطنی است. سمت درجات میگم ماشاءالله. و اینمی چند کیلو وزن داشته باشه؟ اینمی گاو 154 کیلو وزن داره. ماشاءالله 154. و قیمتی در حدود؟ در قیمت یالی می گاو 61000 62000 تا قیمت 65000 اینطور میخریم. خب و تمامش وطنی است، گاوای وطنی است. سمت درجات میاد، سمت دایکنجی مثلا سمت ولایت دو، سمت بامیان.